این شلوار کتون رو ببینید. میخوام راجع به جنسش و ارزش و ترکیب جنسش باهاتون صحبت بکنم. به هر حال شلواریه که توی بازار به اسم شلوار کتون فروخته میشه، اما اینجا ترکیب جنسش جالب بود، گفتم که با شما به اشتراک بذارم. نگاه بکنید، 52% خورده کاتن، 52%ش پنبه است، 41%ش تنسله که الیاف تنسل همون چیزیه که لطافت رو برای این محصول به وجود میاره. پنبه اون استحکام و دوام و ایستایی شلوار رو تامین میکنه، تنسل لطافتش رو تامین میکنه. 5% پلی استر داره. پلی استر چی کار میکنه اینجا؟ پلی استر اون دوام شستشویی و مقاومت برای طول عمر بیشتر لباس رو ایجاد میکنه و وجود پلی استر اینجا دقیقاً علتش اینه. و 2% هم الاستان داره که الاستان هم همون الیاف کیسانه. حالا چون من یه دستم گوشی یه دستم میتونم باهاتون نشون بدم، نمیتونم شلوار رو بکشم، ولی اون 2% الاستان هم باعث کیسانی بهتر این شلوار میشه. جذاب بود این ترکیب جنس و باید هر کدوم از این جنس ها رو به نوعی باهاش آشنا باشیم و بدونیم که هر کدومشون چه ارزشی رو میتونه برای محصولات ما به وجود بیاره.